ای الله این نعمت ها از جانب توست. و ما بكم من نعمت فمن الله، هر نعمتی که هست از جانب الله است. و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها، ای بندگان من اگر نعمت هایی که من برای شما دادم در حساب بیارید حساب آورده نمیتونید. کدوم نعمتی الله حساب میکنی؟ چشم، گوش، نفس کشی، گپ زدن، راه رفتن، خپیدن، خیستن، این درخت این قدر فرض، کدام نعمت حساب میکنی؟ ایده چی در کن؟ شکر در کن. باید شکر کنیم که الله این همش از جانب تو. الله سبحانه و تعالی میگه که ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. ای بنده من تر عذاب نمیکنم اگر نعمتی که من برای تو دادم شکرانه کنی. نه که تو شکرانه که نمیکنی، میگی از کسب خود من دوادم خود من ایمن نمیبینی، من تر عذاب میکنم. رزق ای کسب نبین، ای الله بین. کسب سبب ای، کسب ما شما، دوادم ما شما، این سبب ای. رازق کی است؟ الله. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله میگه من رزاقم، رزق دهنده مایم، رزق کسب ببینید. این رزق ما و شما رو هیچ کس از دست ما گرفته نمیتونه. 50,000 سال پیش خلق آسمان و زمین رزق ما و شما رو الله تقسیمات کرده است. مهلت ما و شما رو الله تقسیمات کرده است. نه مهلت ما کم و زیاد میشه، نه رزق ما کم و زیاد میشه. تو وقتی که هستیم الله چه که در مقدرات ما نوشته است انا ما رو میخوریم. در کتاب عقیده میگه که ما اصاب الانسان لم یکن لیخطئه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه جفت الاقلام و طویت الصحف. میگه ای بنده تو همین را بدان چه که در مقدرات هست تو همون را میبینی. چیزی که الله سبحانه و تعالی در مقدرات ما نوشته است او را تو میخوای نمیخوای میبینی و هر چی که در مقدرات ما نیست او را ما نمیبینیم. این 50,000 سال پیش خلق آسمان و زمین الله سبحانه و تعالی نوشته کرده است. جفت القلوب، جفت الاقلام، قلم‌ها خوش شده است و طویت الصحف، صحیفه‌ها محکم کرده است. دیگه الله سبحانه و تعالی ایسر نو دیگه مقدرات ما رو نمی‌نویسه.